باشه عمو جمال، نیازی نیست برگردی. باشه خودم یه جوری درستش میکنم، مشکلی نیست. عمو جمال صبح زود رفته آتاپازاری، مثل اینکه یکی از فامیلاش مریض شده. کلیدا؟ خیلی خوب، پس برگردیم. نه بر نمیگردیم. میخوای چی کار کنی ساواش؟ یه جوری میریم تو. ساواش داری چی کار میکنی؟ وایسا میافتی. ساواش از اونجا میافتی پایین، این کارو نکن. بیا دیگه. خیلی ترسیدم بیافتی. تو هم دیوونه یا ساواش؟ اینجوری هست دیگه. بیا تو.